ای خواهرانی به خواب رفته، ای خواهرانی به خواب رفته، کجایید کجایید؟ چینل یوتیوب جور کردم، چینل یوتیوب جور کردم، بیدار شوید و ببینید، بیدار شوید و ببینید. لایک و کامین بگذارید، لایک و کامین بگذارید، زنگوله را تکان دهید تا بتوانم، وای تا بتوانم، جان تا بتوانم. چلو صافی خوشو ننو سنا هیورزن، زنی بیادر را از خواب کشیده، مثل برنج صاف کنم، مثل برنج صاف کنم. سلام سلام، صد سلام خواهران و مادران عزیز، مادران دوست داشتنی، خواهران قندم. امیدوار هستم که در هر گوشه و کناری از دنیا که هستی جور و صحت سری حال باشید و البته بخشش باشه که در شروع گفتم که خواهران به خواب رفته ایمه. به خواب رفته به این خاطر گفتم که کمی جالب تر شوه و شما عزیزان خیلی اما تو احساساتی شوید و قهر شما عزیزان سر ما بیایه و تا به آخر امی را گوش کنید که بنده چی گفته. البته نگه همی خواهری یا همی دختری یا همی مادری خاکسار شما یک چینل یوتیوب جور کردم. البته صرف به شما خواهران عزیز، مادران گرامی، مادران دوست داشتنی، خوشوهای شیرین نازدانه، البته زنای بیادر دوست داشتنی، حال دیگه چاپلوسی کنم یک سره. خب خلاصه من صرف به خاطر شما همی چینل یوتیوب جور کردم که تا بتوانم که یک لحظه البته یک لحظه خنده به لبای شما عزیزان قدولکای نازدانگکا بیارم تا هزمی خستگی و ماندگی و زیلگی حولادداری و کار خانه کار بیرون کمک باری اما تو به دور باشین و یک لبخندگه که تو ساده دلوکتان بیارم دیگه. امی البته آرزوی یعنی آرزوی ما هستم دیگه خودم دیگه یعنی همین خواهر شما دیگه یعنی خاک پای همه ایتان یعنی شما هستین که من هستم دیگه. در حمایت شما عزیزان سخت ضرورت دارم و بازم بخشش باشه و دیگه اما چیزی که گفتم زنگوله پنگوله میگه یک روز یک شوهر از زن خود پرسان کرد که عزیزم تو چی کاری کردی که پیش خداوند اینقدر عزیز هستی، اینقدر عزیز هستی تو که خداوند مثل مواری همسر به تو داده؟ زن چی میگه در جواب شوی خود؟ زن میگه نه نماز خواندم نه روزه گرفتم، به همین دلیل است که خداوند جزای اعمال ما برام داده. دیگه دوستان عزیز امیدوار هستم که یک لبخنده که به لبای شما عزیزان آورده باشم دیگه. روزای جان صد خوب جان جور اولادایت خوب است؟ چطور است؟ ورکم خوب است؟ خوش شکر. تشکر. اینجا خوب همگی خوب هستن. شما چطور هستین؟ کتی گرمه پاکستان، کتی تندور چطور هستی؟ راستی پاکستان خب بخی تندور واری است. حالا در نگرفتی تاله؟ خب نمیدم هستی هنوز. چطور از ایوارم راستی لطیت میکنه دیگه یا نمیکنه؟ چطور سلیکاریت میکنه؟ دارم سلیکاریت میکنه؟ حالا تر دوای بد حالا میزنه؟ خوب وی حالا کاری روزت شوم زنه ورجان، کاری روزت شوم. خب مردای افغان است دیگه چطور کنیم؟ وی دلکم برات صاف، دلکم برات کباب شد زنه ورجان. نوی یه بر تو نه عمر چیز گفتم میتونه در اینجا ظلمای خود زیاد کرده بود در اینجا که آمد و نمون وقت غلامش کردم غلام در یک سال چرا یک سال شد غلامش وقت غلامش کرده بودم. نه بابا چادر مادر او طرف انداختم اینجا که آمدم شلوار میلوار و چادر مادر وقت او طرف انداختم.
نه خوراک دلایی چکار کنم باش که تیاره تیر میشم یک دقیقه صدایت نمیایه تیاره رفت نمیجه که میرسیدیم چادرم اون طرف انداختم شلوارم اون طرف انداختم یه نمیالی در لب بحر شیشتگی هستم دیگه اینم تو یک دامنک مینی جوب یک بلستک دامنده جانم است قلک های محمود لچ مویای محمود لچ خود در لب بحر هفته هم میتم ولی خوار جان دیگه اینو زن دیگه تاله شما به خدا دو گرمی ماندین در قاطی جلد پاکستان تو خارج جای خوبش هست تو آزادی هست که هیچ پرسان نکن دیگه تو هفته خوبش دم لب بحر هست دیگه خوب هستم خودت خوب هستی شکر همگی ما خوب هستیم تشکر شما خوب هستین بچه ها همگی خوب هستن چی شده؟ الو چی گفتی؟ سونای بادامگل گریخت سونای بادامگل گریخته نه مزاق میکنی راست میگی خوارک ایچه تو در یک ماه شد 2 ماه شد که از افغانستان آمده ایچه تو چشمش باز شد چی داشته؟ دیگه بای فرند داشته و خود سر بچه بادامگل کشیده خدایا توبه خداوند از این تو آدم ها نجات بده توبه خدایا خیلی بادامگل به خدا بادامگل سنویش نرفت آبرویش بینیش رفت از اینجا از بس که کتگوی بود از بس که کته میگفت که به او گپ بزن که به او دختر از او تکت که بچه از او تکت که دختر از او رفت که بچه از رفت که او طلاق گرفت که او شد در عالم خدا کار داشت اونو سر خودش آمد آخه نمیگه که از کته گفتن کده کته چی رو بخور خوب است های خوشو جان من میگم که یک از اون مشنوی میگه در قصه یاده رکت نباشه دست تامی آرنج بشوی و دیگر رفته خارج رفته دیگه خدا گم کرده اصلیت خدا اصلا گم کرده او دیگه قاطی دلارا دیگه متلو تک میزنه تا بگارم پارتی هاست و چکر هاست و خدا میدانه در چی عیش نوش غرق است تو اینجا ششتی گریان کرده بیاده رکن بیاده नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे मगर कब هستی صد خوب جانجور اولادا خوب است خودت خوب هستی تشکر خوب هستم چی لبا؟ نه جلب چیز نیست چیش نبود انگور خوردم زنبور خورده خوب هستی دیگه خودت چرا صدایت یک رقمک هسته غمگین معلوم میشی خوار جان الله دست از سیاماری کنده بلود بشکنه ترالت کده خدا جزایش بته خو خیر از خوار جان تو کمک واری حوصله کو یعنی به خیر خالد لیستا شروع است در کانادا که به خیر رسیدی در میدان هوایی یک دفعه پایتان برسه که ما گفتی از این چیزا را از جانش میکشم یا نمیکشم گفتی که لدایی که تو را کده یک دفعه پایتان برسه در میدان هوایی کم برسه اینه می کانادا را در سرش نچرخانده باز دختر چرخگرک نباشه فهمیدی؟ تو تشویش نکو باش که یک دفعه کم مانده بخیر اینه تو میچرخانم اینه تو کانادا رو سرش اینه تو میچرخانم آرمین جان چیکن الی آتش کردی؟ بله آفرین در داده تنیستی تو؟ بله چه خندر دادی؟ کرد آتش آفرین بسم چرکی پاسیم تو خوب شی بیخی رقم افغانستان رو بالفرش رو تو پشت آتش گل دیخ شده بود بیخی موری نه هفته شد اینجا خوشمنی نه کانادا یک ذره خوش مماد مقصد مردم موگه که اشتکای خارج یک رقم دیگه است چیزای مذهبیات ندارم چون که فامیل خودش نمکنه هیچ خوش نکده ماده نه یعنی مردم کلش دروغ موگه یعنی اشتکای دی تمام چیزی هم داره خیلی یک چیز پرسان کنم میتونی گفته؟ بله
بخوان الحمدلله را. بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آفرین، بیا یک بغل زیتی بیا. آفرین خوب بچه، آفرین. نا با خدا تو زیادتر به خانه کی کمک میکنه؟ مادر پدر من هم خواهر. ارسش تو رو کمک کرده. آفرین. یعنی کشتکای اینجا زیاد خوب اشتکای هستن. شوخ هم هستن. بله. دیگه پدر مادر خانه هستن. بله. ارس روزی دیاد میگیره. بله. آفرین. اینجا ما نارنجی رو کی میخوانه؟ این صدای شقیب صدای بیری از مای یه فرشم سرکم سرخواه کار میکنه. او قباخواره او سر تو در خواه آی داواز خان آتی داواز خان نوپوشت داواز خان که تو تا بگار آواز خانی کرده مندی کار خانه او سمنده ظرفا او سمنده ظرفا ناششته پوس بروزم بود ظرفا ناششته پشنابا ناپم دیگه چاشته پوس ناپخته بخیز حالا کار خانه رکو حالا خوبی دختر خودم نمودی که از کار خانه کمک کنه فقط هم میموری مخره و میشنه و ماره خلاص دیگه حتی گلاس آب که مخره از اتاق خوب نمیکنه شما بیری میگیری یا مزدور میگیری؟ خب ما از کار خانه به خسته شدم اما دارم تخریال شدم دم راست شد بس مثل قدر زبون نکو قدر از نه حتی خود بینش که ما خسر مادر تایی ما وایت نیستم که قدر زبون بکن چل مرافتی تو رو گرد نبیزه و خدا کشه و باچه ده که خانمو تو پوف کنه بکن دانم که امی خط رو مو دقیقا نشته کنه دمی شنگ چادر تو بسته کنه دمی خانی آتی تو رایی کنه چی جالب چی گفتی تو باشه خودش ممکنه که طلاق از مرد سر شنگ چادر بسته کنه خانی آتی رو رایی کنه سایه زده تو داخل افغانستان وقتی که کارا رو میکردی بیری کتی خیلی مرخمی کرده بیچاره در 40 روز رسانی تو چی فکر کردی اینجا خارج است دیواز ازی که بچه است طلاق از مرد شما به شنگ چادرین بسته کنه ما طلاق شدیم میگم نمی جیبش میشته که به جیبش تخته میکنم خود رو قدی دختر داره همه گیشم رو از خانه بر میکنم تو فهمیدی یا نفهمیدی توی قضایه خزیات خونه برکه اوی زمانه قدیم نیست تا می فکر مغز گنده خوره پاک ما مفهمه بیری 2025 است 2025 آل زمانه تغییر کرده به خدا حساب برای خراب نکن که نمیدونیم وقتی ما که البته در تو گفتم در کسی دیگه نگی چون تو مفهمه که ما واسه افغان هستیم نه افغان ها کی خوش داره که لازم افیقت فرده یک آدمی دیگه بگه افغان ها خو غیرت داره یعنی در غیرت هزمو یعنی غیرت هزمو غیرت افغانی میری اجازه نمیده که مو یک آدم تشویق کنی افغانیت هزمو ایره موگه این نفری که اگه بلند پرواز بود و بلند رفت از همی پایشی کش کو که همی طالاقشی در زمین بزن و یک بلخاقم در سرشی پرته کو ما دمی سرخور خریشت که در ای اسمی پیش نزده برشه تو روز تو در خواه کانادا ولی جایی اگه توریش پیش زده بشه تو ملکه خانه هستی تو ملکه برار خستی نه تو بار دوش برار خستی تو بار غم برار خستی تو خانمنده تو تشکده نه ملکه تو تشکده هستی تو خانمنده هستی الو خوارا مادره امروز چال سر چرکف آمید هم سر که چرک باشه دیست که دم چادر که بپوشم نه چرک سرم مالون میشه و خب چادر دیگه خونمو تا میده شاینکای خودم بپوشم دیر وقت شده که درباره زمین سنوگکا هیچ گپ نزدیم دیگه تا خونه میشه تا چی وقته باشه امروز دیگه روزشان است که چلا صافی سنوگکا را از او نکشم نمیشه یعنی برو گمش کن امروز کمک خسته هستم باشه ما اول تو بگو که یه دختر خانمنده خوره یه رزی خانه گم کن شکلش رو گم کن همین هر کسی که می اگر کلمه کرمه شرمه شوتمه زندار زن طلاق زن مرده همین هر کسی که می شکل زیر گم کنه شکل زیر زنبرخ رو گم نمیکنه دیگه ما با چیت رو گرفتیم ما رو از این خانه باز جدا میشیم باز نمیده تنه قنجی دختر خانمنده خوب بشی حالا ما برو عقل زنبرخ رو بیرون پس
چیغشا بیرایده امیالم سر وقت است تو تشویش نکو امیالم که تو شروع کنی به خیر یک جای میرسی آخران دیروز گرفتم از یادم رفت که تو بگم دیروز گرفتم که نوسگو رو بیگرم کمی یک موتر کمی جیشت که کنه نمیتره الان قلب همی گرس نزدیک بود که مرا تای موتر کنه آل سعی میکنم که زنگی پای کته اما هم کم سندی سال است توی علیه فهمده چی که هرشینه تو که باز خوبه تا یک صنفی دور خوانده او کمی دروازه مکتب هیچ واز نکده کمی روی مکتب چیز کم است اون نام خدا دیگه امیت رای میکنه امیتر کم کش گرفتم امو گرد چیز میگم شترینگه چیزی کم گرد امیتر که های میکنه امیتر چخرتر گرفته آخر گفتم مازن نزدیک که مرا بکشی تو چرا چیز بوده که تو در کجا رفتی توی پرمید موترس کجا گرفتی گفته خالایدم ما خریدم اما بچه من توی کارا نکن غیر قانونی هیچ کار نکن تباه کردین مادر جان خانه که ما خراب کردین چی بگویم من دست شما چی بگویم من شوهرم از خانه کشید داخل موترسم خونه خود هر موقع ما پیسه روان میکردم $200 روان میکردم غیر میگفتی که $200 به شما چی از $200 به شما چی از اون روز عکس پایت روان کردی که پای در دستی من رفتم از بانکم و $1000 پتی که در روان کردم معجم چرا خم شد اونمون به موبایل سبیل ماندهش نشان داد که پیسه کشیده شده اول قبلتم کد بخید چشمایم سیاه شده کد بگذد در رویم بخید چشمام سیاه هسته نه مادر جان بدوایش نکن گناهش نیست دیگه هر مرد باشه همه طور میکنه دیگه هر مرد باشه پیسه رو در چی سختی اینجا کار میکنه در چی مشکلات اینجا کار میکنه مردم باز رمزان پتی که در روان کنه در مادر خود مادر جان زندگی مرا به خاطر دخترای دیگه به خاطر بچه هایت خراب کردی و بیادرم کشم کردی زنای خود خوشحال شیشتم مصرف میکنه خورایم هم همچنان خودت همچنان اینو مرا بخانه و بیروزگار کردین نمیبخشم یک تانم نمیبخشم آینده موتر شیتگی استم نمیخونه تو برفام هسته سایکو برفار سایکو تو برفام هسته نه اولادایم خب فعلا اولادایم گرفته باش چطور میشه نه خانه نداره خانه خبر داری که در خانه کرایی میشینیم نه شوهرم هم گفت که تو چه قسم زن هستی تیوز که خانه برام بسازی تو خانه مرا خراب میکنی چه رقم زن هستی مادر جان شما زندگی مرا خراب کردین شما فقط مرا در خارج دشوی داده بودین از همین خاطر که تا که زنده هستم برای شما گاهی به دزدی و گاهی به چیز به شما پول روان کنم جان مفصله گپ زدن ندارم خدا حافظت خوارجان اینه تو بخی دیگه چی بگویم خوارجان بخی دیگه همونطور جگرکان داغ خوارجان خوارد دیال روز نبید اما اگه صبح میشن میرن شو میاین تک به تنها میمارم لینه میخوانه نه یکم سایه است نه یکم زبان است این یک از جان گپ بزنم نمیکن جای خانه میمانم تنها خوارجان باز تو عوض خارجه میکنی هیچ عوض خارجه نک خوارجانم خانه که دم پاکستان هستی بازم از اینجا که خوب است افغان زیاد است
خواجان و قطع میکنه زیاد گریان کنه سرم درد میگیره. خداحافظ. بود نبود بودگار بود نبود بودگار بود غیبت نبود قلب پاک بود غیبت نبود قلب پاک بود سر لوچ نبود چادر بود سر لوچ نبود چادر بود پتلون نبود شلوار بود پتلون نبود شلوار بود رینگ 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 غیبت نبود قلب پاک بود غیبت نبود قلب پاک بود موتر نبود چارپا بود موتر نبود چارپا بود پلاو نبود شوروا بود پلاو نبود شوروا بود رینگ 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 غیبت نبود قلب پاک بود غیبت نبود قلب پاک بود